سلام. براتون گفتم که آمبولانس اومد 45 دقیقه طول کشید تا ماشین آتش نشانی اومد. یه 10 دقیقه بعدش آمبولانس اومد. یه آمبولانسی که من که هیچ حسی نداشتم، عین رورک بود، بالا پایین میپرید تا رسیدیم بیمارستان بهشتی. 24 ساعت اونجا رو ما رو علاف کردن. همینجوری هی دکتر میاد و دکتر تو اتاق عمله و فلان و همش بازی. 24 ساعت اسیرمون کردن، مجبور شدیم بریم تهران. بعدم معلوم شد که به خاطر اینه که دکتر نیومد، قانونی هست که کسی که تصادف کنه بره بیمارستان کل هزینه‌اش رایگانه. فقط به خاطر همین بود که 24 ساعت ما رو اسیر کردن که آسیبی که گردنم دیده بودم بالاخره موندنش این همه زمان به ضررم تموم شد. تا رفتیم تهران که تا بیمارستان شروع کنه عمل کنه، اینا 2 روز هم اونجا زمان برد. موفق باشید.